تاریخ مردمان سرزمین ایران با قطره قطره خون بیگناه دستانشون در هم فشرده تر میشه و عین شیر از مرزهای پرگوهر سرزمینشون دفاع میکنن و پاسداری. امیدوارم که هرگز شاهد همچین تصویری برای سرزمین خودمون و هیچ کجای دنیا نباشیم. در فرهنگ و هویت ایرانی دلش رضا نیست و از بین رفتن بیگناهی در هیچ کجای دنیا و آرزوی صلح و آرامش رو برای همه دنیا داریم. انشاءالله به حق همین لحظات و ثانیه های طلایی. چقدر تلخه وقتی این تصویر آدم مرور میکنه که آدم های روزدار بیگناه در قلب ماه مبارک رمضان با یه همچین تصویر وحشتناک و خشنی روبرو میشن.